این بار آمدیم به خانه به گفته خود و علاقمندایشان امپراتور شمال و یک تعداد از کسانی که دوستشان داشت لقب استاد عطا را هم برشان داده بود. LCD هست، چند رقم وسایل ورزشی به خاطر دوش هست، یک جیم فوق العاده است. این جیم تیار هست دیگر. اینجا گنج به قارون نمیمانه و تختم به سلیمان. اوه، این جای مساژ هست. این جای مساژ بوده. چقدر فوق العاده بود. اوجا حوض آبازی، اوجا سونای خشک، اوجا بخاری هم جای مساژ است. فکر بکنم که اینجا مساژ میتن آدم. اوه، این جای مساژ هست. این جای مساژ بوده. چقدر فوق العاده بود. اوجا حوض آبازی، اوجا سونای خشک، اوجا بخاری هم جای مساژ است. فکر بکنم که اینجا مساژ میتن آدم. گنج به قارون نمیمانه و تختم به سلیمان. به نام پروردگار بی نهایت مهربان و دوستداشتنی، وطندارای گل نازنینم، سلام بر شما در هر کنج گوشه این کره خاکی که زندگی میکنید. خدا کند که خوب و خوش و سر حال باشین. باز هم بنده حقیر و فقیر و سراپا تقصیر در خدمت شماست. عمران رحیمی از دریچه میهن بیننده ما هستیم. در ولایت زیبای مزار شریف هستیم و این بار آمدیم به خانه به گفته خود و علاقمندایشان امپراتور شمال و یک تعداد از کسانی که دوستشان داشت لقب استاد عطا را هم برشان داده بود. آمدیم خانه استاد عطا محمد نور و یک خانه فوق العاده زیبا و دیدنی دارن. تعریف هایش خیلی زیاد شنیدیم. میریم باز به خانهش داخل هم میشیم، از وضعیت خانهشان هم میبینیم که به چی وضعیت هست. این راههایی هست، کوچه هایی که هست که متصل شده به خانه عطا محمد نور و از همون زمان را فکر کنم همین دیوال های استنادی و قراول ها هست در اینجا. فکر بکنم از همون زمان را مانده و پرسانم میکنم از اینجا بزرگواری که هستن. همراهشان سلام علیک کرده بعد به خانه میریم و از خانه هم دیدن میکنیم. السلام علیکم. مانده نباشین. خوب هستین؟ سرتان خوب است؟ سلام برادر، شما خوب هستین؟ مانده نباشین. سلامت باشید. زنده خوب هستین؟ تشکر. نام مبارک چی است؟ خان محمد. خان محمد. وظیفه چی است باز؟ وظیفه خو جای دیگه است، فقط به خاطر بازندگی پیش ما میجاست مری محافظت خانه مهمانخانه یتانور. خب خانه و میمانخانه شیجاز به خاطر امنیتش بله بله. خب این کوچه این منطقه چی نام داره؟ این به نام کوچه چغدک یاد میشه. کوچه چغدک. خب این کوچه از کجا بند بوده؟ این از سمت قبلان بند بود. از او طرف دیگر تقریبا از طرف آفتاب بند بود که فعلا هر دو طرف باز است. وقت بند بوده. وقت بند. فعلا باز است. خب بسیار خوب. خانه خود عطا محمد نورمی است. بله بله. خانهش است که فعلا یک باغوانش که پیشی بود و تسلیم او باغوان است. پیش مجاهدین امارت اسلامی نیست؟ نه هیچ کسی داخلش نیستن و خودش است. خود باغبانش، خود عطا محمد نور باغبانش رشانده؟ بله. نه اونا رو پیش مجاهدین نیست. نه پیش مجاهدین نیست. هستن باغبانشان؟ باغبانش هستن. خب خیلی بیاین شما پیش همین که باغبانشان هم میشناسین. دروازه زیرهی هستی دروازه؟ دروازهش زیرهی است. خب زیرهی است دروازه؟ بله در هر جای دروازه کلانشه خودشه همهشه. خب در مهمانخانهش چی هم بود؟ شیشای کلکینایش هم زیرهی بود؟ بله اینجا هم کلگی همش این هم زیرهی است؟ کلگی زیرهی است. به چیه خانه وی خانه زیرهی است دیگه یا؟ بله خانه زیرهیش ماشاءالله. خب یک تعمیر از دیجا؟ بله این یک طرف یک تعمیر شنمی هست. جای
ورزشگاهش است که اینجا جای ورزشگاهش است. اینجا جایش است که دیگه چی داره ورزش اینجا؟ می‌کنه. این خانه این خانه ای چند منزل است، هر منزلش علیحده جای داره. خب، نه و یکی پشت سرش باز یک جای که اینا یک حوض جور کرده که اونجا باید اینا بازی کنه. باید بازی هم بکنه. باید بازی کنه. دایی خود چیزی دیگه نمانده که یک چیز باشه که اینجا یک کمبودی نداره چیزه؟ نداره. نه. خب یک حولی بسیار مقبول است. همی که داخل شدیم چقدر مقبول، چقدر زیبا و عالی. خب باغبانش کجاست؟ باغوانش کجاست؟ پدرت کجاست؟ پدرت کجاست؟ پدرت پدر کجاست پدرت؟ کجا باغچه رفته؟ یه امروز رفته؟ نه همیشه لغچه نه خب حال باغبان اینجا کی هست؟ باغون یک کامیون نیست. کدامش هست؟ اون یک تو بیا برو تو صدا کن باغبان کسی که هست همون صدا کن. به خانه استاد عطا محمد نور آمدیم، خانه که خودشان البته خانه زرهی است دیگر که حوض بازی داره، جای ورزشگاه داره، یک حولی مقبول زیبا داره که ما در فیلم ها اینطور جای را دیدیم. واقعا افغانستان توالی تو یک جای ندیده بود. نه والا داخل افغانستان ندیده بودم، اینال دیدم دیگه، اینال دیدم. به خاطر که خانه یک شخصی شه بود، بازم در منزل چهارم میشه یک تاور بالا جور کرده که کلم زریحی است و تیرکشان برش دادگی هستن که اینا هم مستقیم گپایش که میزده که ما ایت جنگ میکنیم و فلان میکنیم. اینا هم از اول که خانه را جور کرده همه تو یک ترتیب در بالایش جور کرده که خب شاید ما اینجا که بند بانیم باز از اینجا جنگ کنیم. به خاطر این نبود که این چهار اطراف باید خراب نشه و این چهار اطرافش با این مهم نبود، فقط خودش برش مهم بود. خب باغبان امو هستک؟ تو باغبان هستی؟ کی باغبان هستک؟ تو باغبان هستی؟ خب صحیح هستک. باباجون باغونه خب دیگه که از اون میره نی؟ تو بیا اینجا بیا. خب شما هموطنان عزیز بیننده باشین، میریم به داخل خانه، داخل خانه استاد عطا محمد نور. خانه چیش هست؟ همه باغوانش هست که فعلا شما این خودت این اولادکایش هست؟ اولادکایش هست با بیادرش هستی. خب نه بچگه که باغوان است. خب بوتای خود را بکشیم که داخل فرش هسته. خب آمدیم که ببینیم خانه استاد عطا محمد نور را. از یک عکسشان اینجا هست، ماشاءالله هم شیک بودن، پیسدار معلوم میشن دیگه. نظر به این که با نظر به این خانه که پیسدار نباشه و سر وضع خودم خوب میرسیدن. بیخی من فکر میکنم امرای دکتر صاحب عبدالله یک در رقابت بودن. دکتر عبدالله هم همونطور خوب به سر وضع خود میرسید، اینا هم خوب به سر وضع خود سر وضعش بسیار خوب. ترتیبش برابر بود. دروازه را بریم خی به داخل. شما دوستا ما را همراهی بکنین. این عکس خودش و خالد نور. طارق نور است، خالد است فکر بکنم. خالد نور همراه پدرشان عکس گرفتن و در این قسمت هم خودشان هست و این دو نفرم نمیفهمم که کی از در پهلویشان. و شما دوستا ما را در ادامه همراهی بکنین، به اطراف و خانه هم میگردیم، دیدن میکنیم. گفتن چندین جاهای داره که او را باید ببینیم. پیش همین شما بریم پیش همین. بیا برادر، از تحکوی شروع کردیم. تحکوی را گفتیم یک بار ببینیم. این تحکوی چی بوده؟ وسایل ورزشی است. این جای ورزشیش بود. خب اینجا ورزش میکرده. این کلان چیزایی است که اینجا با ورزش استفاده میشه که اینا بسیار به یک مصارف کلان و یک چیزایی است که شاید ما خو ندیده باشیم، شاید شما هم ندیده باشید. این و فکر تا جایی که من فکر میکنم اینجا
یک کلپ فامیلیشان حتما هست بله. که خودشان مثلا پسرایشان بچهایشان در اینجا حتما ورزش میکردن. ورزش میکردن. بله. به خاطر که اینجا بعضی از عکسای نواسایشان هم هست فکر بله بکنم حتما بچه‌هایش نواسایش به خاطر در اینجا هم واقعا مقبول از زیباست. LCD هست، چند رقم وسایل ورزشی به خاطر دوش هست، یک جیم فوق العاده است. این جیم تیار هست دیگر. اینجا جیم بوده که وسایل ورزشی هست و همچنان عکس ها در اینجا هم بعضی از تابلوها نصب است. یک تابلویی را که شما عکسش را که میبینین از عطا محمد نور و حامد کرزی هست. در اینجا هم عکس احمد شاه مسعود و یه هم عکس فامیلیشان هست که از اون میگذاریم و بعضی عکس هایی که در اینجا خاطراتشان بوده. من مطمئن هستم هر عکسی را که اینا میبینن خاطراتشان را تازه میسازیم با دیدن این عکس ها. و این عکس هایی است که خودشان هم این را میبینن. این دو عکس ها خیلی متفاوت است. عکسی که این طرف است و بیا کامera یک بار پیش بیا ببینم. عکسی که راستی عکس خودشان همراه مادرشان که در صفحه مجازی هم بیشتر دیدن مردم. بله. عکس وقتی که کدام وقت بوده ای دیگه؟ وقتی بود که علیه روس همراه احمد شاه مسعود بوده. ریش داشتن، پکول داشتن، اما با طریقه مسنون بود. آها. اما در این قسمت من اشتباه نکنم هیلاری کلینتون نمیفهمم هست یا ای که غلط نکنم که نام نه غلط نگیرم. شاید اما خارجی هر چیزی هست که یهودی است. یهودی است، خارجی است همراه جناب استاد عطا و اینجا هم جوانیایشون که همراه حامد کرزی جلالت مآب حامد کرزی همراه ربانی صاحب و این هم عکس‌های دوره جهادشان بوده. واقعا مطمئن هستم که خاطراتشان تازه شده با دیدن. خب اینی یک چوکی هست که این چوکی خودش این گونه شور میخوره. در این چوکی که زمانی که میشینن کسانی که مثلا رهبر هستن و یا این که یک فکر سوچی میکنن حتما از این چوکی ها میداشته باشن و دارن، چون این چوکی باشین من یک بار بشینم به این چوکی که در این چوکی وقتی که میشینن همون اکتشان را هم بکنم باید این گونه دیگر بازی چوکی شور میخوره این گونه و هر چرت میزنی فکری بکنی در اینجا همون چرت فکر میکنی که این گونه شور میخوره در اینجا. خب باش که چی هست؟ به مطالعه برادر مجاهد قهرمانم عطا محمد نور والی ولایت بلخ با از طرف قاضی زاده آمر جهاد حوزه جنوب غرب یک خطی روان کرده. خب جمعیت اسلامی افغانستان دفتر مرکزی برادر دانشمندم جناب والی صاحب ولایت بلخ باستان. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند شما و همه دستاندر کاران جهاد را در حفظ و امان خود داشته باشد. برادر قدردان و دلسوز به جهاد با دست دعا از بارگاه احدیت سرخرویی در این را به شما قهرمانان دلیر که خب یک کسی از طرف جنوب غربی حتما در همون زمانهای یک خطی برشان روان کرده که یه خط هست ورقی از پشت روی و تشویق کردن این آره. خب باشین این را پس همه قسم در پشتش بانیم و این خیلی و پس در جایش بگذاریمش. الماری که خب باشه یک چیز دیگر دیدیم.
از طارق نور محمد حاجی طارق نور به پاس زحمات شایان شما در راستای حمایت از مسابقات باسکتبال این نوع تقدیر خوب بعضی از در رابطه و این طارق نور هست و همچنان این ترازو هست. خب در جیما معمولا ترازو می باشه. نه نکشید بانشک ترازو هست. این چی هست؟ چی رقم؟ یک بار ببینیمش که داخلش چی هست. به 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 به. ای فکر بکنم یک نوع گیم است. این یک نوع بازی هست مانند شطرنج که می باشه. نمیفهمی ایره ترکا بازی میکنن بیشتر کیا بازی میکنن. من هیچ همونطور یک چیز به ذهنم هم میرسه. فکر میکنم همین بازی هست چون دانه هایی که از شطرنج می باشه یا همونطور یک چیز داره. مطمئن هستم یا شاید خودشون فکر کنم توفه اگر دادن کسی برشانه. پس ایره به سر جایش بگذاریم قفلم بکنیمش اگه سر جایش باشه. عکس های متفاوت در اینجا هست و همچنان خب به بچه های شما هست. یک چیز دیگر راستی میز تخته بیلیارد هست. ایره یاد داری؟ نه. تو ایره بگی؟ خب با اجازه خود جناب استاد عطا محمد نور من فقط یک شارت میکنم. این استیکر دور بکنین. یک شارت میکنم با اجازه خود جناب استاد. این که هستک مایک را کم نزدیک بکنین. این که هستک این تختای قیمتی از خانه هر کس نمی باشه برادر. بله. این یک قسم بازی میشه. خب فهمیدی؟ باش که باز یک شارت دیگر هم بکنم. البته من فقط به خاطر که شارت میخوایم بکنم اگر نه اون سفید را باید با حساب بزنیم و این باید به خانه ها بفته. حتما خودشان بچه‌هایشان هم شوقی است. حتما دوست داشتن این گونه بازی ها را انجام میدادن. خداوند همین مایی که مرا بر من خوب مبارک بکنه. یک تعداد زیادی از عکس هایی که از دوران سابقشان بوده در اینجا همچنان دیده میشه. هموطنان عزیز تشکر از همراهیتان. از دهکوی آمدیم به بالا. البته واقعا اینجا هم زیبایی خود را داره. قاری صاحب این سیف است؟ این سیف است. در وقت تلاشی به این خانه آمده بودن مجاهدین؟ مجاهدین آمده خود چیز دست نزده. یعنی سیفا را ندیده بودن؟ سیفا را خلاص بود. ببین یک بار باز است. خودش خب باز است حتما دیگه. باز است. حتما دیگه در داخل از این سیفا چیز نیست. نه چیز نیست. خب یک ببینیم خیر است. ما تا باری ندیدیم خب نه حتما به وقت تلاشی که حتما آمدن خواهم اگه دیدن باشه سیفا است. باشه بستهش بکنین اگر کدام چیزی هم باشه به داخلش باشه دیگه. خب این سیفایی هست که حتما به خاطر بعضی سندهای مهم باشه. بس سندهای مهم و پولهای حتما بوده در اینجا. برین پیش روین شما خوب حداقل از ما کردم بلد هستین. خب خب با جای خوبش خونه باشه دیگه. جای خوابش هست برو بانشه کجره. بعضی اتاقهایش را ما دیدن میکنیم ببینیم که وضعیت اتاقها به چی گونه هست. اتاقهایی است که به خاطر حتما نشستن بوده و می نشستن حتما و وسایل خوبی گب بانشد
خوبی گپ ای است که وسایلاش هست تمامش. همه چیز کسی نبرده هیچ وسایل چیزی هم از کسی اینجا؟ دست نزد. خب بسیار خوب. همین حتی که ما خود ما شاید یه بار دویم ماش که داخل خانه میاییم خب همینجا رو میبینیم. فقط هم یک باری که به خاطر تلاشی آمده بود مجاهدین. نه ما باز چند وقت بعد هم اینجا آمدیم. خب از اوایل ما اینجا نبودیم. نبودین شما بله. اینجا؟ خب بسیار خوب. اینجا هم سیف هست ها؟ بله این خب این هم یک سیف دیگه اینجا ماندگی هست وقت تلاشی حتما، چون تمام اتاق ها و اینا این هم یک اتاق دیگر هست. خب که میبینی همه چیزایش خانواری جای اتاق خواب و دیگه ایشه همه وسایل ها به سر جایش وسایلش به هست. سر جایش هست. خب بسیار یک خوب. کسیش هم جدا نشده. جدا نشده. خب یعنی میبینی یک اتاقی هست که شاید اینجا خب خواب میکنه. یک چیز دیگر هستی کلکینای این اتاق ها زیرهی است ها؟ بله بله بیا یک بار هم این کلکینایش را ببینیم. این زیرهی است ها؟ نه زیری است. خب کلکین های این اتاق کامران بیای پیش تصویرش را بگیره. کلکین های این اتاق زیرهی است. چرا زیرهی است به نظرت؟ مقصد دو طرف دشمن چی نکنه. حمله نکنه. خب دشمن فقط دایی بود که باید ما دایی دنیا زنده باشیم مگم مرگ از طرف خداوند است. بشک یه چیز دیگه ای که میبینی که چی که میبینی که پوش شدگی است. خب حتی می کوچ و چوکی کوچیش که پوش پوش شده. شدگی شده این یک چیزی معمولی نیست. خب راستی باز فعلا این خانه به دست مجاهدین است یا که پیشتر گفتین باغبانش نه میبودن؟ پیش باغوانش هست که باغوان خانهش هم اینجا داخل علمی اتاق هست که شما تو بیا بچه گپ. چی تصویر بردار میتونه که بچیش هم چی بیاره. بیا خوب هستی؟ سلام علیکم. و علیکم نامت چی است؟ احمد الله. احمد الله جان بیا ایسون یک نام کمه. پدر؟ احمد الله جان نام پدر و بیادرت چی است؟ نام پدرم آقا مراد است. برادرت؟ عزیز الله. عزیز الله. برادرت اینجا باغبان است؟ بیادرم در اینجا نگهبان است. نگهبان است. بله. کجاست فعلا؟ فعلا آخشه رفته است. خب از مجاهدین اینجا کسی خود زندگی نمیکنه. نه. شما نگاه بله. میکنینش؟ خب بسیار خوب خیر ببینیم. اینجا خب این اتاق خاص خودش هست که اینجا از خودش است این از اتاق. خودش اتاقی بود که خودش اینجا خواب میکرد بود و باشش بود و همینجا باشش بود. بیشتر بوده. بله ما یک روز آمده بودیم از اینمی چیزی که دیدم اینمی تو معلوم میشد باز از باغوانش که پرسان کردیم باز او گفته که این جای این اتاق خودش بوده. اتاق خودش بود. اما ای تو بس ای تو نیست که یک اتاقش هم تو است. شاید بالا در منزل دیگه که بروی او اتاقش هم همین رقم است. همونطور. چیزی که می باغوانش ده ما قصه کرده از بچیش است یا از خودش؟ شاید این اتاق از خود. خب تو میفهمی؟ ببخشید، بیا. اتاق از بچیش است. خب تو بلد هستی؟ اینجا بودی خودت هم؟ بله. خب. نه ما بیادرم. گفته این اتاق کی بوده؟ حاجی خالد. از خالد نور بچه عطا محمد نورا. خب بسیار خوب. ببینید بچه از ما کده خیلی بلد است به خاطر که اینجا بود و باشش است. خب خودشان نبوده این دیگه ها. خب تو بیا بچه اگر تو بیا خودت بیا. خب این هم یک اتاق دیگر هست. خب باشه اتاق هست. بریم به ماشاءالله هر منزل از از بس که ظرافت و زیبایی داره هر کدامش را اگر بخوایم بریم دانه به دانه ببینیم بسیار زیاد وقت از میگیره. اما خیر به نمایندگی به یک تعداد از اتاق ها میریم و یک تعداد از قسمت ها را میبینیم. به خاطر دلجمعی خود از اونا هم خوب است که خانه و جایشان صحیح و سالم هست. به خاطر دلجمعی خودشان هم خوب است و یک تعداد از هموطنان ما هم مطمئن هستم که دوست داشتن تا ای که بفهمن. اینجا پیش همین شما که اینجا چی بوده و چی هست. خب اینجا اینجا چی بریم. خب یک سالن هست، دروازه ها و چوبا با گروپ های چه روشن خب این اتاق کی بوده و بچه تو بیا بلد هستی؟ اتاق کی بوده اینجا؟ اتاق خودش.
خود عطا محمد نور. بله. آها این اتاق ما متوجه شدم که یک ظرافت زیبایی خاص داره. این هم است. خب یک سالن کلان هست. این یک سالن کلان هست با ظرافت و زیبایی های خاص. چوکی که در اینجا هست، من بیشتر از امو چوکی را که بر شما گفتم این هم از امو چوکی هست. بله. خب اینجا هم یک الماری کتاب ها هست، انواع و اقسام کتاب ها در اینجا هم دیده میشه. به نام خود تفسیر نور. تفسیر نور. خب نه به نام خودش نخواد باشه. خب و این هم یک اتاقی گفتن اتاق خودش هست که در اینجا وسایلی که هست همگیش سر جایش هست، حتی سرش می ترپال اینا را انداختن رو جایی اینا را به خاطر ای که خاک پرم نشن. ای چی است؟ فکر میکنم این ماشین مساژ است. ماشین مساژ است یا ما دستش نمیزنیم. ببین اینجا قالین موار بود که پیلن جمع کرده است، بخاطر که قالینایش هم هست. خب و به خاطر زیبایی دیکور اینجا هم هست، چیزایی هست که شما هم دست در تصویر میبینین. بریم یک بار به او طرف هم یک اتاقی است که بالا میره. خب اتاقی است که به بالا میره. بله رازینه است. او طرف هم راسته، این طرف هم راسته. بیخیال رای خودت گم کردیم. خب این نی فکر کنم اینجا دیگر را نداریم، یک را داره. خب اینجا کتابخانه است ها؟ والا بسیار اینجا جالب بوده، خیلی جالب است. اینجا این کتابخانه خودشان بوده، اهل مطالعه بیشتر بودن جناب استاد عطا محمد نور. اینجا یک کتابخانه هست. او طرف هم خواد رفتیم. اینجا چی است؟ تخت بام است. خب بیا یک کمرام یک دیدن بکن از اینجا. نداره گروپ. خب اینجا همونطور یک تخت بامی هست. من چم که اینجا دیگه فکر نکنم چیز استفاده می شده از اینجا. بریم. اینی بالا چی هسته؟ بالا بازی تاور جور کرده، زیری تاور جور کرده. خب تو برو پیشو این مولوی صاحب شما ماشین که بریم. کمی تاور زیرهی گفتن جور کردن، از تاور زیرهی هم دیدن بکنیم. اوی چقدر گرم است اینجا والا. خب کمره ما میتونه بیایه؟ بسیار خوب، کمره میایه، خودش میایه. این تاور زیرهی است ها؟ این جای چی است؟ این ترکاشا است. جای اسلحه هست اینجا دیگه بانه نه؟ اینجا یعنی شما مشاهده میکنی بیاد این قسمت. ببینید یک جایی است. خب یک جایی است که از همین جایی. یعنی میبینی که کوچه کلگی یعنی داخل کوچه معلوم میشه. که اینا اگر میخواست که اگر اینجا جنگ شود باید ما از اینجا جنگ. اگر قرار بوده که جنگ بکنن اینجا باز یک دیگه ترکش هست که مستقیما میبینی یعنی می کوچه و بام کوچه ها؟ یعنی اگر قرار شود گاهی اینجا جنگ صورت بگیره، حمله صورت بگیره، این زرهی است و اینجا هم جایی هست که میتونن مثلا اینا حمله بکنن ها؟ مقابله بکنن. البته خب بسیار اینجا گرم هم است والله، چون زرهی است. این شیشه هم اگیش زرهی است دوستای عزیز، مثل دیوال است، شاید مثل دیوار است ها؟ شاید RPG سرش کار نکنه. خب بگیریم. خب RPG هم سر از کار نمیکنن. اقا محکم است اینجا. بله. خب ما همین لحظه دوستای عزیز در تاور زیرهی عطا محمد نور قرار داریم. اینجا تاور زیرهی است که شما هم در تصویر میبینین و واقعا یک جالب تمام شد بر من. اولین بار هست این گونه اینطور یک قسم یک جایی را میبینم. البته اینجا جای هم داره به خاطر ای که زیرهی است و اگر کسی گاهی حمله میشه از این قسمت میتونه اینا دوباره سلاحهای خود را بیرون بکشن، جایش هست مقابله بکنن.
مانند اینجا هم حتما بیرونش زیرهی است، این هم زیرهی است. خب شما بینندای عزیز ما را همراهی بکنین و دیگر قسمت های این خانه میریم. گفتن حوض سونای هم در اینجا هست، مکان ورزشی هم در تاکوی بود، هم در بیرون گفتن هستن. میبینید بیننده باشید. هموطنان عزیز، تشکر از همراهیتان. خانه را دیدن کردیم، وضعیت خانه خوب بود، همه وسایل هم خیر ببینین که در سر جایش هست و خانه هم گفتن فعلا پیش مجاهدین نیست، فعلا هم خانه پیش کسی است که خود استادتا او را معرفی کرده و باغبان شاندیشه و مصارفش هم حتما میته، مطمئن هستم. و اینجا گفتن یک حوض آب بازی هست، بیاین که یک بار ببینیم حوض آب بازی را هم ببینیم. کل دروازه زیره است که جا خوبش. به 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 به، یک حوض آب بازی خیلی زیبا و مقبول. باشین که کمره ما مانده. این هم حوض آب بازی هست. اینجا مجاهدین آب بازی نکرده؟ نه. حوض آب بازی با خودش بوده، حتما بچه‌هاش بوده، حتما خودش می بوده، بچه‌هاش می بوده. بسیار واقعا زیبا و مقبول هست. این طرف با جای سونایش هست. این هم جای سونا هست. خب سونای سرد و سونای بخار و اینا. خب این سونای بخار است البته. اوه خب این سونای بخار است ها. بیا به کامرام، بیا یک بار داخل، بیا تصویرش رو بگیره. یک سونای بخار است فکر بکنم و اینجا هم واقعا خود دوست داشتن بچه‌هاش هم خودش واقعا اینا زندگی میکردن دیگه. اینا زنده نبودن، زندگی میکردن، کاملا لذت زندگی رو میبردن اینا. اوه یک چیز دیگه راستی اینی را خدا کنه او نداشته باشه. تو بیاین این را تصویرش بگیر. این را اینه تر پایین که میکنی دیگه باز دست او میفته کالمه را تر نکنه. تو مشکا این را که پایین میکنیم دست را تاو میفته. بشک به خدا بشک. والا سعی که تو ایجا را سعی که از چقدر مقبول نقاشی شده. ایجا سنگ مرمر کار گرفته شده. این سونای خشکش از چه رقم؟ بله سونای خشکش است. واقعا که زیباست، عالی است، فوق العاده است. یعنی اینجا همو بچه‌هایشان که بودن، حتما بچه‌هایشان هم خیلی روشن بکنین گروپ را. آها به 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 به، اینا رو معلوم میشه. چک زیبایی فوق العاده داره. خب دوستای عزیز، او طرف چی است؟ خب بیاین به او طرف بریم. خی از ما همین لحظه هموطنان عزیز به خانه استاد عطا محمد نور هستیم، والی پیشین بلخ و همچنان رئیس اجرایوی شورای حزب جمعیت اسلامی. و در خانه این بزرگوار یک حوض فوق‌العاده زیبا و دیدنی جالب هست که شما هم در تصویر میبینین. مطمئن هم که بچه هایشان آب بازی میکرده در اینجا و اینم این قسمت هم دیگه همونطور. اوه این جای مساژ هست.
این جای مساج بوده. چقدر فوق العاده والله. اوجا حوض آبازی، اوجا سونای خشک، اوجا بخاری هم جای مساج است. فکر بکنم که اینجا مساج میتن آدم ها. مولوی صاحب چطور است که جایی میبینی چه قسم جای بوده اینجا؟ والا به نظرت خوبش هست یا که نه؟ اینقدر جای خوبش نیست؟ خوب جای است خوب. چی فکر میکنی؟ خوبش هست یا نه اینجا؟ جای به اونا که بیاین خودش که که بود با اونا جای چیش می بود. خواه و برای ما باز با می خاطر چی دیز نه ما نه در می جای خود ما آمدیم نه از مجاهدین کسی آمده که اینجا مثال همین لذت هایی که اینا می دیدن از این لذت ها دیگه ما خود چی نکردیم مستفید نکردیم. خب شما مستفید نشدی نه؟ اینا به نظرتون چطور؟ خوبش زندگی میکنن یا نه؟ ها؟ این تکاوی چی است؟ تکاوی تا بالی ما داخل نشدیم. چی میگی؟ واقعیت بگویم ما تا بالی داخل نشدیم. نه حتما وقت تلاشی خیجا آمدن. بله وقت تلاشی آمده خب بعدن که اینجا ما آمدیم باز آمدیم ایسو سعی کردیم خب ایده ما ضرورت ما اینجا نشده که ما اینجا بیاییم پایین ببینیم. اینجا بچم چی بودن؟ یک چیز دیگه راستی اینجا خوار دیدیم راستی یک چیز دیگه. خود عطا محمد نور آدم نظامی بوده فکر بکنم و به او خاطر که آدم نظامی بوده یعنی خانه ساخته که واقعا هر قسمتش یک چیز داره. یک ایرا کجا رفته؟ بیاین پیش همین بیاین. ایرا کجا رفته؟ قفل است؟ امو تعمیره که ما پیشتر دیدیم امو اصلا بعد دیگه خود دیگه چی کنیم بریم بیاین. چی منزل اول همین تو پایین میشه آفرین. رو به چی میره راه داره. از داخل هموطنان عزیز به خانه جناب استاد عطا محمد نور هستیم و شما هم ظرافت زیبایی‌ای که در اینجا بود دیدین. واقعا جای متعجب کننده هست. چیز کمبودی نداره این خانه. در این دنیا چیزی کمبودی نداره. در این دنیا چیز کمبودی نداره واقعا که نداره. بیننده باشین شما به قسمت‌های دیگر. هموطنان عزیز سپاس از همراهیتان. جناب مولوی صاحب خانه را خواهم جایش را دیدیم. با او قسمت چی هست اونجا؟ قسمتی هست که از بیرون راه داره. اونجا یک کلاب ورزشی است. اینی را میگم اینجا. این همینجا را. این کلاب ورزشی است که از بیرون راه داره و از کارا و دیگه ایش میومد اینجا ورزش کرده. خب یک تصویرش را هم بگیر. اینی مکانی هست که شما هم در تصویر میبینین همین لحظه که به خاطر ورزشگاه هست که به خاطر ورزش بادیگاردایشان بوده. بسیار خوب. خیر ببینیم مولوی صاحب. بسیار تشکر از شما. وقت دادین. خیر ببینین. زنده باشین. خوش آرام باشین. تشکر. هموطنان عزیزم یک جهان سپاس از همراهی شما عزیزان دل. در ولایت زیبای مزار شریف منطقه چی بود؟ چغدک. چقدر یک نام جالب داره. در منطقه چغدک به خانه امپراتور شمال به گفته خودشان و همچنان استاد عطا محمد نور یا هم استر جنرال عطا محمد نور خانهشان آمدیم. دیدن کردیم از خانهشان به خواست شما وطنداران. از خیلی مدت زمان به این طرف شما وطندارا کامنت میکردین که به خانه این بزرگوار برین و مطمئن هستم شمایی که علاقمندشان هستین دوست داشتین که ببینین بفهمین که وضعیت خانه و جای عطا محمد نور چگونه بود و مطمئن هستم خودش هم میخواسته که ببینم وضعیت خانهش چگونه هست. به خاطر دلجمعیشان ما هم آمدیم دیدن کردیم از خانهشان دیدیم. واقعا یک خانه فوق العاده هست.
خانه زرهی است. البته کلکین هایش زره بود، دروازهش زره هست، دیوارهای خیلی بلند فوق‌العاده هست. در خانه فوق‌العاده زیبا و دیدنی یک حوض خیلی خیلی عالی هم بود که شما همچنان دیدین. خب ورزشگاهی همچنان بود. با تشکر میکنم از همراهی یک که شما وطندارای گلم که تا آخرین دقایق این برنامه ما را همراهی کردین. تا گزارش های بعدی که من عمران رحیمی در خدمتتان قرار میگیرم، تک تکتان را به پروردگار بی نهایت مهربان می سپارم. یک جمله دیگر به ذهنم آمد که این دنیا رفتنی هست و ما همچنان رهگذر هستیم. گنج به قارون نمیمانه و تختم به سلیمان. اما از یگانه چیزی که بر ما و شما میمانه همون رفتار نیک، خلق خوش، گفتار نیک ما هست که میمانه و همچنان خدماتی که ما به یکدیگر ما، به هموطن ما انجام میدیم همون فقط میمانه و بس. و هر کی آمد گل ز باغ زندگانی چید و رفت، مزرعه تخم عمل در جهان پاشید و رفت. تا گزارش های بعدی، خداوند یار و مددگار.